سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه، همه چی وفق مراد باشه و اینکه نوتا رو حفظ کرده باشیم. امروز ما ادامه در واقع درس جلسه قبل رو میریم. احتمال زیاد من چند بخشش کنم، مثلا بخش ریتم خیلی طولانیه، به خاطر همین ریتم رو مفصل جدا بهتون درس میدم. گام ها رو همین جور، ماژور مینور ها جدا، مود ها جدا، همه رو جدا جدا بهتون درس میدم که دقیقش بشه 10 دقیقه 20 دقیقه 15 دقیقه خیلی طولانی بشه حوصله سربر میشه. تو چند بخش بهتون اینا رو درس میدم و اینکه حتما لایک، کامنت، شیر، سابسکرایب یادتون نره، این زیر براتون میزنم و اینکه حسابی تمرین بکنین. موسیقی یعنی هر روز تمرین و تمرین. خب من یه دوری میزنم، دوره میکنم. اون جلسه پیشو 5 خط حامل رو بهتون گفتم که خطوط از زیر شروع میشن. خب واسه حفظ کردنش چند تا تریک بهتون گفتم که خط در واقع کلید سولو میتونین معیار قرار بدین، خط دومو. خب ما چند نوت ها رو یا بین خطوط داریم به این شکل یا روی خطوط داریم. اینا همه در واقع اینا روی خطوط، نوت های روی خط، نوت های بین خط. و اینکه هر سر و صدایی اومد ما رئالی، ما چیزی سانسور نمی‌کنیم. یهو دوستم اومد نمیدونم سر و صدا شد، صدای ماشین لباسشویی، ببخشید همش لایوه، همش رئاله دیگه. من فرصت ادیت کردن و اینجوری شسته رفته کت شلواریش کردن رو ندارم. هر چی شد دیگه ریل تایمه دیگه، خودتون به بزرگی خودتون ببخشید. نوت روی خط داریم، نوت بین خط. یه ذره زوم بکنم براتون اینجا ببینین شما اینجا رو. دقیقاً یه سریا بین خط قرار میگیرن، یه سریا روی خط قرار میگیرن. اینی که حالا زیر خط یک چیه؟ ر. اینی که روی خط یک چیه؟ می. اینا رو قبلا حفظ کردین، دارم دوباره دوره میکنم. این که بین این خط چیه؟ فا. اینی که روی این چیه؟ سل. در واقع یه رو خط، یه بین خط، یه رو خط، یه بین خط، یه رو خط، یه بین خط. دوباره این که روی خط سل بود، چرا؟ چون این کلید سله، این وسط پیکان در واقع داره خط دو رو نشون میده، سله. بعد بین خط لا، روی خط سی. ر می فا سول لا سی دو. این خیلی معروفه، این دو باش خیلی سر و کار داریم توی درس بیر پیانو فورته که میخوام بهتون درس بدم. با کتاب بیر پیش بریم، با این کلی کار داریم. دوباره روی خط ر، بین خط می فا. اگر نوت زیر خط 5 خط حامل داشته باشیم باید خودمون خط بکشیم، بنویسیم خط رو دو، خط زیر خط ر، این شکلی به سمت پایین یا به سمت بالا حتی. خب ادامه میدیم. هر چقدر موقعیت نوتی روی خط حامل بالاتر باشد، یعنی به این سمت بریم، صدای آن زیرتر می باشد. خب بهتون گفتم نوت ها روی خط حامل از بم به زیر قرار میگیرن. مثلا اگر در شکل بالا نوت اول از سمت چپ رو ر بنامیم، نوت دوم و نوت بعد از اون بر طبق ترتیبی که خوانده ایم میبایست نوت می به این سمت بالا. برعکسش هم بهتون گفته بودم، گفتم دو ر می فا سول لا سی، سی لا سول فا می ر دو. ما توی سولفژ پارلاتی کانتاتی که میخوایم بخونیم برامون مهمه بالا رفتنش، پایین اومدنش. این فکر کنم صدای ماشین لباسشوییه. شیت، یه صدای صوتی می، حالا سعی میکنم با نویز گیت بگیرم ولی خب دارن زندگی میکنن. بعد اینا رو هم که حفظ کردین ایشالله، چون باید حفظ کنین. بعد ببین چرا بهت گفتم که دور می فا سول لا سی، سی لا سول فا می ر دو برعکسش هم یاد بگی، چون وقتی که میخوای بخونی ذهنت باید آمادگی داشته باشه، مثل الف ب پ ت س جیم چه ه خ. بابا نان داد، آب آورد، نان را آورد، نان را خورد. شما باید همینجوری سریع اینا رو ببینین بخونین. سول ر فا دو می لا. یه اپلیکیشنی هست خیلی باحال، اینم دانلود کنین. اینجا اگر بتونم براتون می نویسم،
اپلیکیشن نوت ترینر تو آیفون یا تو اندروید هم میتونین ازش استفاده کنین. نوت ترینر. اپلیکیشن های رایگان دیگه هم هستن که میتونین نوت ها رو باهاش تمرین بکنین. براتون لینکش رو توی تلگرام هم براتون میذارم. توصیه می شود تا وقتی که نتوانستید جای این 11 تا نوت رو حفظ کنید به هیچ وجه به بحث بعدی، یعنی خطوط آقا من نمیگم ایشون میگه باید بلد باشی. مثل این میمونه که مثلا حروف الفبای فارسی رو حفظ نکنی بعد بخوای بنویسی، خب نمیشه دیگه. تمرینای بالا رو سعی کنید بخشی از برنامه زندگی خود بکنید، حتی برای دقایقی در روز این تمرینات رو حرفه‌ای انجام دهید. با اپلیکیشن که بهتون گفتم، با اپلیکیشن حتما این کار انجام بدین. این هم همون داستانی بود که سری پیش بهتون گفتم. یه زمانی در گذشته خطوط حامل 11 تا نوت بودن، اومدن 5 تاش کردن واسه خوانش راحت تر، واسه این که ما آیتسینگ کنیم راحت تر ببینیم و قرارداداش عوض میشه. الان سول رو ما اینجا رو خط 2 گذاشتیم، میتونه عوض شه، میتونه، ولی فعلا کاری نداریم. واسه گروه کور، واسه سازهای مختلف میتونه قراردادها عوض بشه. چرا عوض میشه قرارداد؟ که ما بتونیم اینا رو شیفت بکنیم، نوتا رو شیفت بکنیم، بتونیم راحت‌تر بخونیمشون، فقط برای خوانش راحت‌تر، بهتر. به خاطر پهنه صوتی دیگه، بهش میگن ریجیستر. به خاطر پهنه صوتی نوشته اینجا پهنه صوتی سازهای مختلف یا صداهای انسان‌ها، ما برای حل این کمبود و وسعت بخشیدن به نوتایی که روی حامل جای میگیرن، به خاطر دیدن بهتر این خطها رو به صورت بریده شده نشان میدهیم و بالا پایین 5 خط حامل و موازی با خطوط قرار میگیرن. یکی از تفاوت‌های خطوط تکمیلی این است که خطوط تکمیلی همیشه وجود ندارن، خودمون باید بکشیمشون. شکل والا در واقع نشان دادن کاربرد این خطوط می باشد. بهتون گفتم ما از 5 خط حامل استفاده میکنیم، اون چند تا نوتی که بهتون گفتم حفظ میکنین. حالا نوتای پایین تر از خطوط حامل یا نوتای بالاتر از خطوط حامل رو ما خودمون باید کوچولو بکشیم، خط رو بکشیم. مثل این، مثلا زیر ر دو میانی رو ما خودمون یه خط میکشیم، دو رو روش مینویسیم، دوباره یه خط میکشیم، ر رو زیرش مینویسیم، سی رو زیرش مینویسیم. اینو قبلا بهتون توضیح دادم. موسیقیدان‌ها قبلا به نتیجه رسیدن که اگر بیشتر از 5 خط موازی به صورت متقابل باعث به وجود آمدن خط‌های دید میشه و دقیقاً مشکل قیقاج چشمه و نوازنده در تشخیص دادن نوت‌ها دچار اشتباه میشه. خطوط رو کم کردن 5 تا، حالا شما اینها اضافهش رو خودت باید بکشی. یه خط میکشی، دو، دوباره یه خط زیرش سی، 2 تا خط لا، 3 تا خط فا. میبینی؟ دقیقاً به سمت پایین پیانو که میای میتونی خودت اینا رو بکشی. خوندنش هم راحت تره. چرا؟ چون ذهنت بعد از یه مدت عادت میکنه که اون دو میانیه. حالا اگه 2 تا خط داشته باشه اون لاه. حالا فواصل رو که یاد میگیریم با هم دیگه، فاصله اینا رو با هم یاد میگیریم، راحت تر اینا رو میتونی درک بکنی. الان من نمیدونم دوربین این وره فکر کنم این وره باید نگاه کنم. بالا هم همینجور. مثلا اگه یادت باشه مثلا تا سولو میتونستیم ببین بعد از سول دوباره یه خط بعد بذاری میشه لا، به سمت بالا بری، یه خط بکشی دوباره بذاری روش سی، یه خط، 2 خط، 2. اینا رو هم باید یاد بگیری. الان لازم نداریم ولی باید یادشون بگیری. یه زمانی که حالا داشتی نوت خوانی میکردی یاد باشه. من این پی دی اف رو براتون توی یک چیز گذاشتم، توی کانال تلگرام هم گذاشتم، میتونین دانلود بکنین. ایشالله که حلاله. من خودم دانلود کردم، بود که دانلود کردم، نمیدونم. اینجا سایتشون هست noteahang.ir. قبلا هم یه سایت دیگه بود، اونم بر لینکو گذاشتم، به عنوان کپی رایت گذاشتم. استفاده بکنین، دانلود بکنین. میخواین اسکرین شات بگیرین میتونین اسکرین شات هم بگیرین. بعد این هم به صورت کلی تمام نوتایی که الان ما لازم داریم توی کلید سول لازم داریم اینجا هست.
این دو میانیه. الان پشت پیانو که میشینی دو میانی رو سریع تشخیص میدی. دو میانی وسط پیانوه. خب اون دوه این شکلیه. الان دونه دونه این نوتا رو میتونی روی پیانوت ببینی و بنوازی. دو ره می فا سول، میتونی همه رو بنوازی، جاشون رو سریع میتونی پیدا کنی. من یه دقیقه پیانو رو باز بکنم. نوت ترینر رو حتما دانلود بکنین. حتما نوت ترینر. فعلا تا این باز میشه دوره می فا سول لا سی، این قسمتش هم یاد بگیرین که بین این خط 3 و 4 این دوره می فا سول لا سی تا این دو. ببینین از این دو تا این لا، از این لا تا این دو رو بتونین حفظ کنین، ما خیلی جلو میافتیم. این گستره رو روی پیانو اندازه 2.5 اکتاوه بتونین اگر حفظش کنین 2 اکتاو میشه دیگه. این دو اکتاوه، 2 اکتاو و 2 تا نوت. چرا داره اذیت هم میکنه نمیدونم، ولی خب بازش میکنم. الان شما پیانو رو اگر باز بکنین متوجه میشین که یه پیانو به ما بده. آفرین، پسر خوب باش. آه بفرمایید. اینم پیانو. این سریع ببین، این دو میانی. البته این چون میدی کنترلره من باید جاشون عوض بکنم. اینجا میشه این که بمشه کاری باش نداریم. این ریزشه زیرشه. تو پیانو مشخصه. حالا اینجا به خاطر اینکه کامپیوتر ما میتونیم 11 تا اکتاف داشته باشیم، به خاطر همین فرق میکنه داستان اینجا. اصلا این گستره دیگه قابل استفاده نیست. این گستره به درد نمیخوره. یه همچین صدایی داره. اون دو میانیه. به ترتیب میتونین در واقع با همین دو میانی همینجوری ببندمش، این نوتا رو تمرین بکنین. این دو میانیه. دو، حتی برای آوازتون، دو ره می فا سول لا سی دو، دو سی لا سول فا می فا دو. ندارم دیگه این دو کدومه؟ این دوه. حالا بعدا بهتون میگم که وقتی که اینجوری خطا زیاد میشه، تعداد خطوط اینجوری زیاد میشه، ما یه قرارداد دیگه ای داریم به اسم کلید فا. کلید فا میاد این نوتا رو میندازه توی 5 خط حامل پایین. تو پیانو یا سازایی که بمن این اتفاق میفته بر اساس کلید فا و قراردادمون نسبت به خطوط عوض میشه. الان شما فقط این دوتا اکتاو رو از در واقع از این دو تا این دو رو یاد بگیرین، ما یه سری مشکلاتمون واسه جلسات بعد حل. برای تمرین هم اینجا براتون چند تا آلترناتیو داده، تعدادی نوت برای شما گذاشتیم که شما فقط کافیه بخونیم به صورت درهم برهم. دو سول مثلا به این شکل به سمت پایین میری، یا ره سول می، ره سول، سول لا، سول سی لا، دو می. اینجوری سریع باید بتونی اینا رو پشت سر هم بخونی.
هر نوت رو در 1 ثانیه بتوانید تشخیص دهید. یعنی انقدر باید این تمرین رو انجام بدی که بتونی هر نوت رو تو 1 ثانیه سریع تشخیصش بدی که چیه. این هم با چند تا تمرین دیگه است میتونی این کار رو انجام بدی. و اپلیکیشن نوت ترینر، حتما اپلیکیشن نوت ترینر رو دانلود کن. اینم قبلا به توضیح دادم که هر 8 تا نوتی که ما داریم، مثلا از این دو شروع میشه تا دو بعدی، 1 اکتاو نامیده میشه. دوباره از این دو تا این 1 اکتاو. این هر 8 تا نوت دو ره می فا صول لا سی دو اکتاو پیانو قرار میگیرن. خود این نوت ها با هم دیگه یه سری ارتباطاتی دارن. مثلا دو ره می فا صول لا سی. یه سری ما نوت داریم، نوت های مشکی. الان ما فقط داریم راجع به نوت های سفید صحبت میکنیم. اصلا این نوت های مشکی چی هم؟ اگر این دو ماست، این ره، ما یک نوتی بین اینها هم داریم که بهش میگن نصف، نیم پرده، هفت تون. یعنی بین دو و ره ما یک نوت نصفه داریم. نصف ره. دقیقاً از نظر ما 2 تا واحد اندازه گیری داریم. یکیش سنته، یکیش ساواره. حالا نمیخوام زیاد وارد در واقع این شاخه بشم، چون توی موسیقی الکترونیک ما از واحد سنت استفاده میکنیم، توی روسیه از واحد ساوار استفاده میکنن. توی موسیقی ما 2 تا سیستم نیم پرده‌ای داریم، کروماتیک و دیاتونیک. اینا رو همه رو توضیح بهتون میدم که کروماتیک چیه، دیاتونیک چیه. در واقع ما توی 1 اکتاو، یعنی از این 2 تا این 2 که 1 اکتاو میشه، 12 تا نوت موسیقیایی داریم. 7 تاش سفیده، 5 تاش سیاهه. یکی از روشایی هم که سریع میتونید جای 2 رو پیدا بکنید تو پیانو همینه. این نوتای دوتایی رو میبینید، قبل از این دوتایی ها این 2، به همین راحتی. هر دوتایی رو که دیدی، نوت قبل این دوتایی ها 2. این دوتایی ها رو که میبینی سریع نوت اون قبل دوتایی ها 2، یا نوت قبل این ستایی ها فا. من اینجوری بچه بودم یاد گرفتم. ستایی ها رو میدیدم میدونستم این فا، دوتایی ها رو میدیدم میدونستم این 2. این یه روشه. حالا شما به هر طریقی دوست دارین میتونین جای 2 رو یاد بگیرین. این نوتای دوتایی رو ببینی سریع میفهمی که این 2. ما بین 2 و ره 1 نیم پرده داریم. پس 2 و ره 1 پرده میشه. فاصله بینشون از نظر حتی فرکانسی 1 پرده حساب میشه. و این که این بین قرار گرفته بهش میگن نیم پرده. پرده، نیم پرده، نیم پرده، پرده. این با این استثناءً پرده نیست. این نیم پرده است. می و فا با هم نیم پرده. سی و دو هم با هم نیم پرده. دو با این 1 پرده است. اینا نکاتیه که حالا اشاره میکنم برای ساخت گام‌های ماژور، برای ساخت گام‌های مینور در آینده باشون سرکار داریم. در واقع ما الان اینجا فاصله ها رو با هم دیگه از طریق همین پیانو با هم دیگه یاد میگیریم که نوت ها با هم چه فواصلی دارن، چه ساختاری دارن. همونجور که بهتون گفتم واحد سنجش فاصله پرده و نیم پرده است. 2 و ره با هم 1 پرده فاصله دارن. ره تا می. الان فقط راجع به نوت‌های سفید صحبت میکنیم، 1 پرده. ولی از می تا فا
نیم پرده است، یک دوم. ما اینجا یک دوم رو داریم. از فا تا سل یک پرده، سل تا لا یک پرده، لا تا سی یک پرده، سی تا دو نیم پرده، یک دوم پرده. همونطور که ملاحظه میکنید فاصله میان نوت‌های می و فا و سی و دو نیم پرده است و میان سایر نوت‌های متعادی یک پرده وجود دارد. من فقط به صورت کلی اینو بهتون گفتم که شما فواصل در واقع دیاتونیک و کروماتیک حالا جلسه بعد کامل بهتون توضیح میدم. فقط بدونین که ما یه سری روابطی داریم بین نوت‌ها که این با این اگر یک پرده اختلاف داشته باشن یه داداش کوچیکه‌ای هم این وسط هست. حالا این نوت‌ها رو ما بهشون میگیم دیز یا بمول. دقیقاً قصدم این بود که اسم این نوت‌های سیاه چیه؟ دیز و بمول. چرا دیز؟ چرا بمول؟ وقتی ما به سمت راست پیانو، به سمت بالا رونده، گام‌های بالا رونده میریم، اسمش میشه دیز. مثلا اگر این دوه، اگر به سمت بالا رونده بریم در آینده، گام‌ها رو که بهتون درس میدم، به صورت بالا رونده بریم میشه این گام دو دیز، ر دیز، می فا دیز، سل دیز، لا دیز، سی دو. حالا بمول چی میشه داستانش؟ به صورت پایین رونده اگر ما برگردیم، گام‌هایی ما داریم که بمول هستن، گام‌هایی داریم که دیز هستن. دیزها و بمول‌ها گام‌هاشون با هم فرق میکنه. مثلا شنیدین میگن یه آهنگی گامش دو مینوره، یا آهنگی گامش لا ماژوره. اصلا چرا این اتفاق میفته؟ بر اساس این گام‌هایی که وجود داره ما گام‌های دیز داریم، گام‌های بمول داریم که همه رو توی قسمت گام‌ها براتون توضیح میدم. شما فقط الان دیز و بمول رو متوجه بشین. فقط میخوام راجع به نوت‌های سیاه الان باهاتون صحبت کنم. حالا اگر به سمت پایین بریم، این دو باشه، این سی، این نیم پرده پایین ترش میشه سی بمول. خب الان یه سوال واسط پیش میاد، مگه این لا دیز نبود؟ این هم لا دیز میتونه باشه، هم میتونه سی بمول. بهش میگن آنهارمونیک. انگار مثلا دو تا مغز داشته باشن، مغزاشون رو یه کاسه کرده باشن مثلا از یه پیاله. طبیعیه اگر بالا رونده باشه این لا دیز اسمش، پایین روندن باشه این سی بموله. توی گام‌های پایین رونده اسمش سی بمول میشه، توی گام‌های بالا رونده اسمش لا دیز میشه. این هم همینجور، این هم لا بمول حساب میشه، این نوت لا بمول حساب میشه، هم سل دیز حساب میشه. بهش میگن آنهارمونیک. نوت‌های آنهارمونیک. چند تا نوت آنهارمونیک داریم؟ این هم دو دیزه، هم ر بمول. این هم ر دیزه، هم می بمول. این فقط نیم پرده است. این نوت هم فا دیزه، هم سل بمول. این هم سل دیزه، هم لا بمول. چرا؟ چون بالا روندهش سل دیز، پایین روندهش لا بمول. مشترکن. نوت هایی که توی گام های مختلف اسماشون عوض میشه. مثلا من اسمم پوریاست، وقتی که میخوام به سمت جلو برم پوریام، به سمت عقب بخوام برم یه اسم دیگه دارم، برعکس میشم ایروب. پوریا همون ایروب. اینجوری میگم متوجه بشین. لا دیز با سی بمول یکیه. قدیما میگفتن نه فرق میکنه، ولی حالا وارد اون داستان نمیشیم. الان یکیه، صداشون که حداقل یکیه. پس ما الان دیز ها رو فهمیدیم چیه. دیز ها هر موقع به سمت بالا رونده گامی رو داشته باشیم دیز، هر موقع به سمت پایین رونده بمول. حالا دلیلش رو بعداً توی گام بهتون، الان نمیتونم زیاد بشکافمش. دقیقاً هم اینجا ما دیز و بمول رو توضیح دادیم. اسم این علامت به مثل هشتگ میمونه. دیز نام دارد و هر با کنار نوتی سمت چپ نوت قرار بگیره، نیم پرده زیرتر یا نیم پرده بمتر میشه. البته نه این زیرتر چون بالا روند است. زیر بم.
در واقع توی بمول ها قرار میگیره بم میشه به سمت پایین، بم میشه، لا بم میشه. اینجوری هم میتونیم یادش بگیریم که اگر دیزی دیدیم نیم پرده زیر میشه، اگر بمول دیدیم نیم پرده بم میشه. و اسم نوت عوض میشه و اسمش میشه مثلا دو دیز یا دو بمول، یا توی کشورهای انگلیسی بمول رو به اسم فلت میشناسن. یه جا شنیدید لا فلت، ای فلت میشه همون لا بمول. و شارپ میشه برعکسش دیز، مثلا میگن دو شارپ، سی شارپ میشه همون دویی که دیز شده در کشورهای انگلیسی زبان که من دوست ندارم این داستان. پس داستان بمول رو دیز هم متوجه شدید. حتما این پی دی اف رو بخونید. حالا هر قصوری کم و کاستی من توی گفتگوم و توضیحاتم دارم، شما میتونین برین حتما این قسمت رو بخونین. سوالی داشتین زیر ویدیو بذارین. خب من تا همینجا استاپش میکنم، تا همین قسمت دیز و بمول. بعدا مسائل تخصصی در دیز و بمول هم بهتون میگم. دوبل دیز هم داریم، دوبل بمول هم داریم. حالا اینا رو به کنار، اینا دیگه وارد چیزهای تخصصی تر میشن. و این که جلسه الان که متوجه شدین که نوتای سفید چه روابطی با هم دارن، دوباره مثلا یه پرده فاصله داره بینشون، یه نیم پرده وجود داره، اینا رو فعلا تمرین بکنید واسه جلسه دوم. از جلسه بعد ما میایم گام ها رو میشناسیم که با این نوت ها میتونیم چیکار کنیم، چه آشی میتونیم با این نوت ها بپزیم. بیایم مثلا گام ماژور تولید کنیم، چجوری گام دو ماژور تولید میشه، چجوری گام لا ماژور تولید میشه، چه علامتایی داره گام دو ماژور، چه علامتایی داره، یا مثلا چجوری گام مینور تولید بکنیم. سری بعد من کامل راجع به گام های ماژور و گام های مینور صحبت خواهم کرد. امیدوارم که لذت برده باشین. تا پارت بعد که حالا نمیدونم 3 روز دیگه، 4 روز دیگه، 5 روز دیگه بتونم ریجیسترش کنم، آمادش کنم براتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا حسابی تمرین کنین. هر مطلبی چیزی هم بود من آپلود میکنم تو کانال تلگرامم. یا حق. فعلا